خداوند تبارک و تعالی گاهی در زندگی ما فرصت‌هایی برای بازگشت میذاره، فرصت‌های ویژه. مثلا شما فرض کنید بعضی مغازه‌ها جنس رو 70% 60% تخفیف میدن، حراج میدن در این زمانی، یا محل‌های دولتی گاهی میگن تا این تاریخ اگر کسی بیاد مالیات بده 30% 40% مثلا نمیگیریم. به قول یکی از بزرگان میگه خداوند تبارک و تعالی تو بعضی از مناسبت‌ها چوب حراج به بهشت زده، یعنی ارزان در اختیار قرار میده. و این در واقع فضا ایجاد کردن، این زمینه ایجاد کردن چند جوره. گاهی مکانیه، مثلا میفرماید زیر قبه امام حسین دعا مستجابه. خب این یه فضا ایجاد کرده دیگه، زیر قبه. یا میفرماید که نماز در مسجد الحرام ثوابش مثلا فرض کنید که 100,000 برابره. یا فرض کنید به هر قدمی که برای زیارت امام حسین برمی‌دارید چقدر حج و عمره نوشته میشه. گاهی هم زمانیه، مثلا لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر شما بیدار باشو، سیم ارتباط رو وصل کن، ثوابش از 80 سال عبادت بیشتر هست. و عرض می‌کنم از این قبیل زیاد داریم. روزه 27 رجب انقدر ثواب داره، روزه ایام البیض مثلا همین 13 14 و 15 ماه رجب انقدر ثواب داره. با این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، میخوام عرض کنم خداوند تبارک و تعالی 3 ماه رو پشت سر هم به تعبیر یکی از دوستان 3 تا سرازیری گذاشته برای روشن شدن موتورهای خاموش. شما دیدید وقتی ماشینی باتریش از کار میفته یا ضعیف میشه میگن هولش بدید تا روشن بشه. هول دادن تو سربالایی که خیلی سخت. یه جاده صاف خب راحته ولی یه مقدار انرژی میبره. اما همینطور که ماشین رو هول میدن اگر به یه سرازیری برسن، حتی اونایی که هول میدن میرن عقب دیگه. راننده میگن بشین پشت ماشین رو خودت روشنش کن. چرا؟ چون خیلی راحته دیگه، خودش حرکت میکنه. خداوند 3 تا سراشیبی پشت سر هم برای ما قرار داده برای صلح و آشتی. یکی رجب، یکی شعبان، یکی رمضان. و واقعا همه فضا رو هم تو این 3 تا آماده کرده. شما تو رجب میاد لیلة الرغائب دارید که شب جمعه اول ماه رجب، اولی شب جمعه ماه رجب. شب اول ماه دارید، 13 رجب دارید، 27 رجب دارید، ایام اعتکاف دارید. میاد نیمه شعبان، اصلا خود شب نیمه شعبان غیر از تولد حضرت ولی از ارواحنا فدا یه شب استثنایی است دیگه، چون شبیه که احیاش هم مستحبه، مناسبت‌های مختلف درش قرار میگیره. میاد رمضان که دیگه یه آیه قرآن ثواب یه خط نفس در اون ماه، یه حراج ارزان. ماه رجب حتی در قبل از اسلام هم دارد که مشرکین انتظارشو میکشیدن، به دلیل اینکه اولین ماهی بود که جنگ توش حرام بود. ما 4 ماه داریم جنگ حرامه دیگه، یکیش رجبه که تک، اون 3 تاش با همه، ذیقعده و ذیحجه و محرم با هم، به اونا میگن سرد، به این میگن فرد. سرد به معنای متصل، اون 3 تا متصل، این یکی منفصل جداست. خب این ماه عرض میکنم که رجب رو انتظار میکشیدن. چرا؟ کیا انتظار میکشیدن؟ هم حتی مشرکین، خانواده هاشون میگفتن کی میشه این ماه بیاد جنگ رو اقلا متوقف کنه، آرامش حسی بالاخره، شوهرمون سر جنگ نره، هی خبر کشته شدن نیارن، هی مجروح بر نگه. اصلا این ماه رو یه ماه آرامشی میدونن. به همین جهت ماه رجب به معنای ریزش رحمت، و یکی از اسامیش هم عصب، یعنی فرو ریختن رحمت الهی. میدونید بزرگان ما از گذشته روی این ماه عنایت داشتن، کتاب نوشتن، مطالبی نوشتن. یکی از این کتاب‌ها این کتاب مراقبات مرحوم میرزا جوادآقای ملکی است. میرزا جوادآقای ملکی در قبرستان شیخان قم دفنه، مرد بسیار بزرگی است. امام از او یاد میکنه و ایشون شخصیت عارفی بود، عالمی بود، وارسته‌ای بود. یک کتابی نوشته است به نام عربیش المراقبات فی اعمال السنه که الان دست من هست. این کتاب این ترجمه شده به فارسی، البته من این ترجمه شده، ترجمه متعدد ترجمه شده، تلخیص شده، خلاصه نویسی شده، سلوک عارفان این ترجمه که من دارم. خیلی کتاب عجیبی است. این کتاب هر ماه رو میگه آدم چجوری از خودش مراقبت کنه. ماه رجبش از همه پربارتر، ماه رمضان پرملات‌تر به قول من. حالا اجازه بفرمایید یه نکته از ایشون بگم، بعد برم سراغ اون اعمالی که شما اشاره کردید، بعدم برم سراغ اون سرش. بسیار. پس مقدمه اون رو گفت. خیلی خوب. عرض می‌کنم که ایشون در این کتاب یه روایت رو از پیغمبر اکرم نقل می‌کنه، خیلی روایت قشنگی است.
میفرماید رسول خدا فرمودن خداوند یه فرشته‌ای دارد به نام داعی با ای، داعی به معنای دعوت کننده، فراخوان، کسی که فراخوان میزنه. فرمودن این داعی در آسمان هفتمه. وقتی ماه رجب میشه در همه شبهای ماه رجب، خیلی روایت قشنگی، در همه شبهای ماه رجب از اول شب تا بامداد تا روشن در هوا فریاد میزنه، ندا میده به مردم. میگه چی؟ من فارسیشو میگم: ای ذاکران، ای مطیعان، ای مستغفران، ای توبه جویان. یعنی اونایی که ذاکرید، خودتون بالا ذکر خود، اونایی که مطیعید، نه اونایی که گناهکار رو استغفار میکنن، اونایی که دنبال توبه هستید، مژده، بشارت. خدا میفرماید من همنشین آنم که با من همنشین شود، من بخشنده آنم که از من بخشش بخواهد. ماه من است و بنده هم بنده من است و رحمتم رحمت من است. مال خودم میخوام حراج بزنم. چقدر صمیمی و ماه من است. از شهر و شهر، یالا ترجمهشو میگیم. بنده من است، رحمتم رحمت من است. هر کسی مرا در این ماه بخواند پاسخش را میدهم و هر که از من چیزی بخواهد خواسته‌اش را برآورده میسازم. و این خیلی مهمه که در این ماه کسی که با من ارتباط برقرار کنه رشته پیوند میان خودم و او رو برقرار میکنه. واعظین 313.ir